جنگ و درگیری عجیب در کنسرت شرافت پروانی در کشور جرمنی و زخمی شدن شرافت پروانی در این کنسرت حقیقت داشته است و یا هم خیر؟ دلیل درگیری افغان‌ها در کنسرت شرافت پروانی چی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی شرافت پروانی که هرگز باور نخواهید کرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیای اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ترجمنده کانال دنیای اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیای اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیای اینفو را از دست ندهید. شرافت پروانی، هنرمند محبوب، چهره شناخته شده، مطرح و سرشناس در هنر موسیقی محلی افغانستان. شرافت پروانی هنرمند تک صدای محلی افغانستان است. عاشقانه هنر موسیقیش را به پیش میبرد. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. شرافت پروانی در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان محبوب شد. این هنرمند محبوب و خارق‌العاده افغان بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان مجبور به ترک کشورش شد و اکنون در کشور امریکا زندگی می کند، ولی خانواده شرافت پروانی در افغانستان است. این هنرمند محبوب و مطرح افغانستان عاشقانه هنر موسیقیش را در کشور امریکا هم برای دوستداران و طرفدارانش به پیش میبرد. آهنگهایش مورد حمایت خوب قرار میگیرد. کنسرت‌های در سرتاسر جهان اکنون شرافت پروانی برگزار می کند. کنسرت‌هایش هم موج حمایت‌ها را به همراه داشته است. تازه کنسرتش در کشور جرمنی برگزار شده است که به گفته دوستانش شرافت پروانی در این کنسرت زخمی شده است و درگیری میان افغان‌ها به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی صورت گرفته است. اما من آرزوی خوشبختی و موفقیت برای این هنرمند از بارگاه ذات الجلال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه‌ترین کارهای هنری از شرافت پروانی خواهیم بود. دوستداران و همراهان نهایت ترجمنده کانال دنیای اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان شرافت پروانی به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیای اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیای اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، شما خوبان را بر لای من نامانند گذاشته موفق کامیاب باشید.